بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در برنامه زیر ذره‌بین از شبکه جهانی کلمه در خدمت شما هستیم، استثناء امروز در غیاب استاد هاشمی مجری محترم. بنده تنها در خدمت شما خواهم بود و مسائلی که امروز خیلی داغ هست با هم به گفتگو می‌نشینیم و زیر ذره‌بین میبریم. آن هم مسئله انتخابات و نتایج انتخابات و حالا این همه شور و شعفی که در بعضی ها به وجود آمده ببینم واقعیت دارد یا اینکه یک نوع مسکن هست و یک نوع آرامش در بین مردمی که به جوش آمده بودند و نظام خواست اینها را یک کم آرام کند با یک سیاستی، با یک روشی که بعضاً کنار زده شدند و از اول هم خود رهبر این را پیش بینی کرده بودند که مردم دیگه نمیخوان، لذا از روز اول خواستند که آقا هر کس با هر فکری، با هر اندیشه است خواهش میکنیم بیاد پای صندوق های رأی و این موضوع را بالاخره به جهان نشان بدید که ما هستیم و زنده ایم و همیشه پای صندوق های رأی و آرمان و این اصل نظام را قبول داریم. امروز با شما این موضوع را با هم بررسی میکنیم و اما این نتایجی که الان برای خیلی ها غیر مترقبه بود، برای غیر قابل هضم نبود که افرادی تندرو حذف بشوند، بعضی از پیرمردها برن کنار در حالا اون جایی که اسمش گذاشته شده مجلس خبرگان یا این جایی که مجلس شورا، و آیا این عکس العمل مردم یک نوع نه گفتن بزرگ به رهبر نیست که شما تا به حال اشتباه کردید و با تندی و با تعصب نمیشه کار به پیش برد؟ مردم انعطاف پذیرند، مردم آرامش میخوان، مردم اخلاق میخوان، مردم یک طیف وسط میخوان، طیف تندرو نمیخوان. و آیا چنین هست واقعیت امر چنین هست یا این که پشت پرده چیزهای دیگری است؟ حال اگر بنا باشد که ما این را بپذیریم که یک طیفی اومدند روی کار و به گروه تندرو میگویند نه، از جمله خود رهبر، آیا کاری هستند؟ آیا مجلس میتواند اون سیاست درون و برون را تغییر دهد و مثلا این اعدام ها را دیگه از بین ببرد، این زندانی ها را آزاد کند، این شکنجه ها را دیگر ما نداشته باشیم، آزادی بیان داشته باشیم در برابرش، مردم آزاد باشند، بپردازند به آبادانی کشور و ما کشور خود را آباد کنیم، سیاست های خارجی را ما کنار بگذاریم و سیاست های غلطی که تا به حال دخالت در کشورهای دیگر، کشتار در سوریه، در یمن، در بحرین، در افغانستان، در عراق، این همه مردم را کشتیم، دیگه بگیم بس، این سیاست نتیجه‌ای نداد، حالا ما پشیمانیم از این، میخوایم یک صفحه جدیدی با خارج و داخل، با مردم دنیا و مردم داخل خودمون باز کنیم. خیلی خوب، این چیز بسیار خوشایند و خوبی است که انسان انعطاف پذیره و اشتباه خود را قبول می کند و اعتراف به خطا فضیلت است. همین اشتباهی که الان ما را از دنیای اسلام حتی بیرون برد، همین روز که بنده الان دارم با شما حرف میزنم، یعنی در روز دوشنبه 10 اسفند، در همین ساعت که الان ساعت 1:36 بعد از ظهر وقت تهران هست، در شهر جده عربستان مسئولین تقریبا رده های متوسط و بالا در اونجا جمع شدن، مسئولین 57 کشور اسلامی منهای ایران، حتی از ایران دعوت که نشده هیچی، حتی ایران خودش خواسته بره هم عربستان روادید بهش نداده. ببینید نتیجه این سیاست غلط خارجی ماست
که ما از کشورهای اسلامی داریم عقب میمونیم. کم کم ما را از کنفرانس اسلامی هم بیرون میکنند. یعنی این که تا به حال ما 37 سال اشتباه کردیم و حتی نتونستیم داخل که آباد کنیم هیچی، همسایگان را به دست بیاوریم هیچی، با دنیای اسلام دیگه داریم چپ چپ میریم و دنیای اسلام ما رو نمیپذیرد. آیا معنی این انتخابات اینه که ما سیاست داخلی و خارجی را کلاً تغییر دهیم و یک ایران نو بسازیم که معناش میشه با این وضعیت و اگر قدرتی باشد البته با که این تغییر را به وجود بیاورد، میشه اسمش گذاشت یک انقلاب داخل انقلاب، یعنی انقلابی وجود اومده داخل انقلاب. ولی بنده این رو بعید میدونم که همچون اتفاقی بیفتد و این سیاست غلط 3.5 دهه ما با یک روز و یک شب تغییر یابد و رهبر تسلیم شود و اعتراف به خطا کند و تا به یک صفحه جدیدی با مردم در داخل و یک صفحه جدیدی با کشورها در خارج ما باز کنیم. من بعید میدونم که اگر باشد ما به استقبال آن میرویم، اگر چنین باشد ما به استقبال آن میرویم، ولی دریغا که چنین نیست. ما اگر که به افعال آقایون بنگریم و نگاه کنیم و اقوالشون، میبینیم که 180 درجه با هم فرق دارن. چیزی میگویند و چیزی دیگری عمل میکنند. ما اگر بیاییم این مجلس را الان این قدرت را بهش بدیم و بتونه این تغییر را به وجود بیاره فبیها و نعمت، ولی از اون طرف یک نظر مخالف هم هست که خلاف آن چیزی که ما توقع داریم، میگوید که اگر همین اصلاح طلبان الان بالا بیاند فاقد قدرت میشند. یعنی آقایون کاری میکنند که مجلس شاخ و برگهاش را بزنند، یک مجلس تشریفاتی باشه و همون سیاست اولی حاکم باشه. حالا با نبودن دو یزدی ها، مصباح و محمد یزدی، با نبودن مثلا افراد تندرو، ولی باز کنترل از بالاست نزد آقای رهبر که هرچه بخواهد باید همان شود و الا نظر مردم و رأی مردم ارزشی ندارد. یعنی مردم بیان پای صندوق های رأی، خب ما مانور بدیم خیلی خوبه، ولی وقتی که رأی دادن دیگه کاری نداشته باشید که این رأی چی هست، به خود ما برمیگرده و هرچی که ما صلاح دیدیم این رو انجام میدیم. کما این که آقای مصباح یزدی در جمع دانشجویان به طور علنی و آشکار داره میگه که آقا تا اراده رهبر نباشد رأی مردم هیچ هست. حتی خود رئیس جمهور، انتخاب رئیس جمهور تا تایید و مهر رهبر روش نباشه مردم رأیشون باطل هست. و همین کسی که صلاحیت خیلی از افراد را رد کرد که مردم بهش گفتن خودت صلاحیت نداری و رفت کنار. حالا اگر اتاق فرمان لطف کنن این کلیپ را که از آقای مصباح یزدی است و داره میگه که رهبر همه کاره هست و ملت رأی ندارن در مقابل رأی و نظر رهبر، این را بگذارید تا این که ما حرفمون با ادعامون با عملمون یکی بشه و بتونیم با دلیل خدمت بینندگان ارائه بدیم که حرف رهبر است، نه میزان رأی ملت. با هم بشینیم و آقای مصباح یزدی را بشنویم که چی میفرمایند. که این حکومت باید بر اساس اسلام و با اذن ولی امر حقیقی امام معصوم که به فقها داده شده باید تشکیل بشه. بدون اذن او و حتی بدون نصب رئیس جمهور از طرف او حکومت غاصب است و به تعبیر او طاغوت است. فرمود رئیس جمهور منتخب مردم اگر از طرف ولی فقیه نصب نشود طاغوت است. این مسئله فرق این حکومت با جمهوری های دیگه است. اما اون چی قوا میبخشه به این حکومت، مشروعیت الهی میبخشه به این حکومت،
مردم از ته دلشون اطاعت از اون را واجب میدونن، مثل نماز خوندن برای خودشون. این از طرف امام زمان هست. هزار کسی واجد شرایط باشه، تا اذن از طرف امام نباشه ارزشی نداریم. صلاحیت هم داشته باشه، خیلی خوب هم بلد باشه مدیریت مردم، همه مردم هم قبولش داشته باشه، او حق حکومت کردن به اونها نداره. مردم چه کارن که به کسی حق بدن؟ مگه خودشون دارن هم چه حقی را؟ مردم چه کارن که به کسی حق بدن؟ مگه خودشون دارن هم چه حقی را؟ مردم تعیین کردن که به رئیس جمهور یا دارش حکومت کنه، هر کار بخواد بکنه. مردم چه حق داشتن بکنن؟ مردم تعیین کردن که به رئیس جمهور یا دارش حکومت کنه، هر کار بخواد بکنه. مردم چه حق داشتن بکنن؟ قانون را که خدا مجری قانون کسی است که خدا تعیین کرده. اصل مسئله اینه که آقا باید با یک نگرش دینی باشه. مردم هم ته دلشون مردم سالم ساده خودمون رو عرض میکنم، نه اونایی که ذهنشون آلوده شده به مفاهیم غربی با ادبیات سیاسی غرب. اونا خودشون حاکم شهر و مجتهد جامعه شهر اینا میدونن. خب حالا با این فرمایشات آقای مصباح یزدی میتوان یک اعتمادی به رأی مردم داشت که مردم هم رأی دارن، مردم هم نظر دارن، مردم هم بالاخره انتخاب میکنن، یا این که ما باید بگیم آقا این انتخابات تشریفاتیه، یک روشی است برای خاموش کردن اون غلیان و جوشی که در مردم به وجود آمده که یک مرتبه منفجر نشن. یعنی بعد از هر مدتی زمانی که دیگه نارضایتی مردم به اوج خود میرسه، نظام یک کاری میکنه که مردم رو به یک نحوه خاموش کنه. اگر یادتونه یه زمانی آقای خاتمی اومد به مردم وعده داد و نمیدونم فلان میکنم و 2 دوره بالاخره مردم رو خاموش کرد آرام. بعد دوره دوم آقای احمدی نژاد شروع شد و این چیزی که دیدید و بلاهایی که و الان هم آقای روحانی و باز چون که مردم ناراضند و دیدن که بابا این وعده هایی که داده شد عمل بهش نکردن، ما ناامید میشیم از اصلاح. پس باید یک حرکتی به وجود بیاد که مردم باز امیدوار کنه به اصلاح و به اینها، غافل از این که این اصلاحات دست و پاشو میبندن و هرگز نمیتونه کاری بکنه و امر رهبر هست طبق فرمایش آقای یزدی که الان با هم شنیدیم. و نظر مردم در مقابل نظر ولی فقیه هیچ است. تا ولی فقیه رأی تایید ندهد، حتی رئیس جمهور میگه میشه طاغوت. ببینید یعنی رأی مردم هیچ ارزشی ندارد از دید آقایون حاکم، به گونه ای که ما الان اگر ما صدا و سیما باز کنیم میبینیم که آقایون دارن تبلیغ میکنن برای یک ایده. همین چند روز پیش ایام فاطمیه بود، چند روز پیش بالاخره همه شبکه ها داشتن این مظلومیت حضرت فاطمه و شهادتش و نمیدونم فلان و نمیدونم. حالا اون کلیپی معروف هست از آقای قرائتی که رفتم امام رضا گفتم فاطمه فاطمه فاطمه، گفتم بعد بگفتم که حالا ایشون تنها مردن دختر آخری بودن نمیدونم فلان بودن نمیدونم. اون معروف هست اون کلیپ. مردم را به این دعوت کردن و کل برنامه‌های صدا و سیما یک سری چیزهای، یا اون آقایی که داره میگه که بله این وهابی‌ها رفتن توی مکه برج درست کردن که امام زمان که ظهور بکنه با تکتیرانداز بزننش. و از خب امام زمانی ببینید عقل در مقابل این حرف‌ها بی‌ادبی و جسارت بهش میشه، تعطیل میشه. یعنی چی؟ امام زمانی که ما معتقد باشیم از یک طرف جهان را مدیریت میکنه، از یک طرف میخوایم ازش نگهبانی کنیم که آقا تکتیرانداز وهابی نزنتش، که این منجر شد چند وقت پیش به اعتراض اون آقای نقیب زاده که میگه آقا این چه برنامه هایی است، این چه حرف هایی است ما در صدا و سیما داریم. باز میکنی آخوندی صحبت میکنه در رابطه با جن و نمیدونم فلان، این جاش میگه که امام زمان باعث مواظبش بود که وهابی‌ها با تکتیرانداز هدفش قرار ندن. این قسمت رو هم اگر اتاق فرمان لطف کنید این تیکه رو بذارید که ما اینو با هم ببینیم، بعد ببینیم که برنامه صدا و سیما چیه از این مزخرفات و از این خرافات
ما زیاد داریم. بعد از شنیدن آقای نقیب زاده برمیگردیم به ادامه این برنامه‌مون در رابطه با انتخابات. ما چه کار کردیم با این انقلاب؟ ما قرار بود که به سلام مسئولین اول انقلاب مثل مرحوم شهید بهشتی گفتن هر کی هر حرفی داره بیا بزن تو رادیو تلویزیون، ما جوابشون میدیم. ولی غربی ها هم بیکار نمیشستن. حالا ما که ایرانی ها عادت داریم گناه رو میندازیم گردن دیگران، ولی خودمون هم مقصر بودیم. نه تنها پاسخی ندادیم بلکه شروع کردیم به حذف اینها. اول مارکسیست‌ها، بعد لیبرال‌ها، بعد ملی‌گرایان، بعد این حذف رسید به خود ما روشنفکران دینی، بعد خود روحانیت هم حذف شد. حالا فیلم مارمولک میسازیم علیهش، کارهای دیگه هم میکنیم و چند درصد روحانیت درگیر کارها هستن و اتفاقا از نقش سازنده‌ای که در گذشته داشتن در جامعه مدنی هم محروم شدن. همون وعظ، همون خطابه، همون پرداختن به امور معنوی، اینا همه گرفتن و دادن به مداحان، کسانی که علمشون در حوزه دین بسیار بسیار ضعیفه، دو دنگ آواز دارند و بقیه مسائل دیگه به امان خدا راه هست. همه این کارا رو با کردیم، همه این فرصت ها رو از دست دادیم و بچه همون اسیر شدن. و بعد شما رادیو و تلویزیون رو نگاه میکنید، تلویزیون ملی ایران رو باز میکنید، میبینید آخوندی رو نشوندن وجود دارن راجع به جن صحبت میکنن. جن چه مسئله ای از ما حل میکنه؟ برای چی مردم نرن به ماهواره پناه نبرن؟ بلکه برنامه ها به درد نمیخوره. برنامه های نه جنبه علمی داره نه معنوی داره. چه دردی رو شما انواع جن رو مثلا برشمارید، چه چیزی رو از شما؟ یا مثلا یک کسی میخواد خیلی معنوی صحبت کنه، میگه که عربستان سعودی رفته ساختمانی ساخته مشرف و مکه که امام زمان که ظهور میکنن با تک تیراندازها امام زمان بزنن. یعنی امام زمانی که اومده انگلیس و آمریکا و چین و همه رو سر جاش بنشونه با تک تیرانداز از بین میره. اینم معنویتی که ما مثلا داریم به بچه‌ها. خب با این توضیحات یعنی دیگه این خرافات و مغزشویی و دروغ و اینها به اوج خود رسیده که دیگه ما اجازه میدیم در صدا و سیمای خودمون بیان اینها مطرح کنن. البته معلوم نیست حالا این آقای نقیب زاده بعدن چی شد و چه بر سرش اومد، این بذاریم به جای خودش توبیخ شد یا، ولی واقعیت امر چنین هست. از این طرف به ما چیزی میگن، از اون طرف چیز دیگه میگن، از این طرف دقت میکنن همه را حذف کنن، از اون طرف خودشون باز کم میارن. تمام این تناقضات در این سیستم وجود داره که ما عیناً داریم میبینیم. یعنی یک حکومتی که بنای آن یا یک نظام و رژیمی که بنای آن بر خرافات و بر مشغول کردن اذهان مردم با یک سری چیزهای خرافی که اصل و اساسی در دین ندارد. خب اینها مقربن، اینها باعث باشن، اینها باعث که نزدیک، حالا ولو که مردم نخوان. ببین مردم امروز 2 تا یزدی را کنار زدن، به خصوص اون مصباح که چقدر تون رو هست کناری زدن. مردم نمیخوان، دولت هم فهمیده که مردم اینا رو نمیخوان، ولی خب باز به زور اینا رو نگه داره. با ترفندهای مختلف، با دروغها و روایاتهای جعلی مردم را بیشتر به قبر و مرده و خرافات وصل کردن، از خدا را دور کرد. مردم باعث از خدا دور بشن و برای این که به نفع آخوندها درآمدی باشد مرتب باعث این مسئله مرده و قبر و امامزاده و توسل و دعا و اینها رو به مردم ما یادآوری کنیم که نکنه مردم به یاد خدای بیفتن. اگر به یاد خدا افتادن که کار آخوندها تموم است. چند وقت پیش یک کلیپی پخش شد آقای واعظ طبسی که الان خودش داره با مرگ دست و پنجه نرم میکنه، در یک جمع بزرگی در یک کاخ مجللی مردم را دعوت میکنه به آمدن به مشهد. آقا بیایید مشهد، هر حاجتی دارید بیایید اینجا، هر چیزی میخواهید بیایید اینجا بگید و حاجت شما برآورده میشه. مریضید بیایید اینجا، دارو و شفا همه چی از اینجاست. حاجت دارید چیزی میخواهید بیایید اینجا خدمت امام رضا و هر چی میخواهید بگید. خیلی خوب، الان خود شما کسی نیست که بین واعظ طبسی بگه الان تو کماست، بهش بگی خب این همه شما مردم را خواستید به امام رضا بیان، چرا شما را نمیبرن و ببندن به اون مرقد
امام رضا که شما را شفا بدهد؟ چرا شما چیزی میگویید که خلاف آن؟ خودتون الان برای مداوات در بهترین بیمارستان‌های داخلی و خارجی بستری میشوید و بستگان خود را به اونجا میفرستید، ولی مردم را میگویید بیایید اینجا، برای که هر کس میاد دست خالی نمیاد. هر کس میاد مبلغی پول داره و نهایتاً این واعظ طبسی میلیاردر شد. درآمد الان آستانه به اصطلاح قدس رضوی از درآمد نفت بیشتره. حالا ببینیم این آقای واعظ طبسی چی میکنه باش؟ این همه توسل و این همه مردم را خودت چرا الان گرفتاری و با مرگ دست و پنجه نرم میکنی؟ کما این که قبل از شما آقای فرج سلحشور نیا یا فرج سلحشور فیلمی ساخت و مسئله توسل و امام زمان و اینها، نهایتا هم خودش مرد و کسی به دادش نرسید و الان هم آقای واعظ طبسی در حال درگذشتن هست. ببینیم این کلیپ آقای طبسی که مردم را به مشهد دعوت میکنه و مردم را از خدا دور میکنه. ببینیم این کلیپ ها. اینجا مرکز عجیبی است. این فرصت را مغتنم بشمرید، مخصوصا جوانان. این زیارتی که خدای متعال برای شما نصیب کرده فرصت خوبی است. هر چه می‌خواهید بیان کنید و بگیرید و دل از دیگران بکنید. به هیچ طبیبی هم متکی نباشید. اینجا طبیب طبیبان است. دردمندان درد خود را اینجا درمان کنند. نیازمندان نیاز خود را اینجا برطرف کنند. به نظر شما این با واقعیت الان آقای طبسی همخوانی داره؟ به هیچ طبیبی متکی نباشید. طبیب طبیبان اینجاست، دوای دردمندان اینجاست. بیایید. و گریه هم میکنه، مردم رو به گریه میندازه و با این یک روش خاص خودشون. حال جلوی چشم همه هست و همه مردم میدونن. خب اگر این طبیب طبیبان اینجاست، شما چرا رفتید تو بیمارستان بستری شدید؟ شما چرا میروید با مدرن ترین بیمارستان و دستگاه ها خود را متصل میکنید که بالاخره چند روز دیگر زنده باشید؟ مردم این را دیدن که خرافات را میخوان کنار بگذارن. یک طیف جوانی، یک طیف روشنفکری، یک طیف واقعا خداپرستی موحدی به وجود بیاد و مردم را به توحید و یکتاپرستی دعوت بدهد، نه به شرک و خرافات و این بدعت هایی که امروز ما داریم میبینیم. بنابراین حال باعث منتظر بود که چند وقتی البته سریع معلوم میشه این مشغول کردن مردم به این نیروهای اصلاح طلب و فلان میکنیم نمیدونم. حالا ببینیم چی میشه. ببینیم نیروهای خودش رو ایران از سوریه بیرون میکشه که این همه ملت سوریه رو به خاک و خون کشید. ببینیم زندانیان از ایوین بیرون میاره. ببینید آزادی بیان به خاطر عقیده، به خاطر ابراز عقیده چند تا جوان الان ما در بند داریم و در زندان داریم، حتی در صف اعدام داریم. در صف ببینید با این ترفندها وزیر اطلاعات هم میاد میگه که در اثنای انتخابات ما روز 5 اسفند مثلا افرادی را تکفیری میخواستن انفجار کنند و یک سری چیزای برنامه‌های دارن میسازن که هیچ کس دنبال فتنه نیست. همه خوبی و آبادانی کشور ایران میخواهند، اما زمانی که بتوانند قدرتی داشته باشند. حالا ببینیم این مجلس جدید، اولا که باید منتظر باش هنوز چرا این یک ابهام هست که تا به حال هنوز نتیجه نهایی اعلام نشده، دارن دستکاری میکنن، چیکار میکنن. مصباحی که بیرون بود حالا میخوان داخلش بیارن، محمد یزدی که بیرون بود بعد از لیست 16 بود، نفر 16 میخوان بیرونش داخلش بیارن، یا اینکه افراد دیگه میخوان دستکاری کنن. چرا نتیجه نهایی اعلام نمیشه؟ اینم یک سوالی است. ولی به فرض این که بشه، آیا این مجلسین، مجلس من اسمش گذاشتم انتخاب رهبر و مجلس
حالا گفتگوی نماینده شهرستان ها، برای که کاری آیا میتونند کاری انجام بدن؟ آیا این سیاست های داخلی و خارجی عوض میشه، تغییر میکنه که ما بگیم یه نفس راحتی بکشه بگیم آقا ایران کلا عوض شد، باریکلا احسنت، و ما الان دیگه با خیال راحت درود میفرستیم بر دولت مردان خود به جای این که لعنت بفرستیم، بگیم الان احسنت، بالاخره نهایتا هم خود را باز یافتید و فهمیدید که راهتون کجه و اشتباست و الان بیایید با همه یک دست صلح و یک عرشبت آشتی و اینها دست به دست هم داده، نه اون فتنه مذهبی و طائفه‌ای و نه اون دروغ و روایت‌های جعلی و نه بستن دهان مردم که حق ندارید چیزی بگویید و نه این همه زندانی و نه این همه اعدام و ترور و اینها رو کلا دست بکشیم بشیم یک صفحه جدید، یک ایران جدید و یک که من کاملا این را بعید میدونم مگر این که یک شوکه باشه برای ما بگیم که عجیب شد اینها آقایون در یک شبه تغییر یافتند و عوض شدند و بهتر شدند، که بنده این را کاملا بعید میدونم. البته عالم الغیب الله هست سبحانه و تعالی که خود بندگان را چگونه تغییر بدهد و دل بندگان را عوض کند و این دل سیاه را تبدیل کند به یک دل رحیم و این عقل پوسیده را تبدیل کند به یک عقل پویا و مدرن و خوب که بیندیشد و به آینده بنگرد و برای آبادانی کشور تلاش کند. با هم به گفتگو می نشینیم. شماره ها را زیر نویس کنید اتاق فرمان تا اینکه بینندگان بتوانند باز هم سهیم باشند در این برنامه زیر ذره‌بین که نتیجه این انتخابات را بالاخره به ما داد. سوال اینطور مطرح میشه آیا بعد از اعلام نتایج نهایی توقع و امید شما اینه که این سیستم در داخل و بیرون تغییر یابد یا سیاست این نظام عوض شود یا اینکه مردم بالاخره نفس راحتی بکشن بعد از گذشت بیش از 3.5 دهه از اختناق و از اجبار و از توسری خوردن و از زندان و از وحشت اطلاعات و از وحشت ترور و تصفیه کردن و اینها بالاخره خیالشون جمع باشه و بتونن حرفی بزنن بگن آقا آزادی. واقعا شعاری که 37 سال قبل ما دادیم الان داره جامعه عمل به خود میپوشاند که بگوییم نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی و استقلال آزادی. آیا این شعار هست یا نه؟ با شما بینندگان عزیز به گفتگو می نشینیم و نظر شما را جویا می شویم. بفرمایید بیننده محترم نظر خود را برای ما و بینندگان ابراز فرمایید. سلام علیکم. سلام و رحمت الله. خسته نباشین آقا. ممنونم. راجب این سوالی که فرمودین، والا من که آینده ایران اصلا هیچ امیدی ندارم، هیچ امیدی به آینده ایران ندارم. اینا هم بالی چی میگن، من خودم الان دنبال این هستم که یه جوری از ایران خارج بشم. اصلا نه امیدی هست نه انگیزه ای هست برای زندگی کردن. اصلا هیچی تو ایران مرد، از بین رفت. شما اگه میشه به من یه راهنمایی کنین، یه کاری بکنین من از ایران خارج بشم. یعنی هیچ امیدی تو ایران برای زندگی کردن وجود نداره، چه دعواهای سیاسی. حالا شما خارج کشور هستین، ما اینجا یه چیزایی میبینیم که اصلا چی بگم آدم شرمش. برای 8 میلیارد برای یه منطقه که 60,000 تا کل رأی 8 میلیارد 9 میلیارد طرف هزینه کرده. هزینه های آنچنانی چی بگم اصلا. ممنون از برنامه‌تون. موفق باشید برادر. بیننده بعد وجه نظر بیننده بعد را میشنویم. بفرمایید. بیننده محترم شما به استودیو وصل هستید، بفرمایید. با گوشی لطفاً. خب قطع شدن.
ببینید بیننده داره ناامید میشه، میگه که من دیگه راهی میخوام پیدا کنم که از ایران بیرون بروم. حالا این نتیجه چیست؟ چرا ما این همه افکار و این همه فناوری و این همه علوم و دانش و اینها بالاخره رفتن بیرون؟ نتیجه ندانمکاری آقایون هست. بیننده محترم بفرمایید، به استودیو متصل هستید. الو سلام علیکم. سلام و رحمت الله. الو ممنونم بفرمایید برادر. آقای خدمتی، این آقایی که گفت میخوام از ایران برم انشالله که زودتر از ایران خارج بشه، چون این انگلات تو ایران باعث این شدن که مردم به گمراهی برسن. خب ببینید شما با این توهین ها آیا فکر نمی کنید که خود انگلتر از انگلانید و الان وابسته به این همه سیستم و این همه سیستم ارعاب و وحشت و این وابسته هستید که به مردم میگویید انگل، به مردم توهین میکنید و جایی برای اعراب در این شبکه ندارید. خب بیننده دیگر بفرمایید. بیننده محترم به استودیو متصل هستید، بفرمایید. خب اینم قطع شدن. بیننده محترم به استودیو وصل هستید، بفرمایید. سلام علیکم السلام و رحمت الله. دست شما بخیر، ممنون از برنامه گرمتون. خواهش میکنم، بفرمایید. ما میخواستیم بگیم این آخوندهایی که میشینن واسه مردم حرف میزنن، این ملاها از اهل تشیع که میگی اینا وقتی تو حوزه علمیه بهشون درس یاد میدن، وقتی میخواد سخنرانی کنن واسه یه عده‌ای از مردم رو ندارن از اول، ولی بزرگانشون بهشون میگن شما فرض بکنید که این مردمی که جلو شما وایسادن بدن از یه عده حیوانن، شما هم چوبونشونید که اختیار اینا دست شما، هر چی بگید اینا قبول میکنن، به چوب شما میچرخن. ممنون از برنامه گرمتون. خدا حافظ. موفق باشید. خدا حافظ شما. بیننده محترم بفرمایید. بفرمایید. صحبت کردی و منو قطع کردی. من وابسته به هیچ جا نیستم. بله شما صلاحیت ندارید برای که به بینندگان توهین کردید، صلاحیت ندارید که در این استودیو. بفرمایید بیننده محترم. الو سلام علیکم. سلام و رحمت الله. آقا من همون کسی هستم که الان تماس گرفتم، گفتم من از ایران میخوام برم. این آقایی که تماس گرفت با هم یه صحبتایی کرد. بله خاطرتون هست؟ بله. من میخواستم در جواب این آقا بگم من دوست الو. بله. میخواستم در جواب این آقا بگم من دوستای روحانی زیاد دارم. خدا شاهد، من یکیشون با یکیشون من دیدم یه روز حالش خوب نیست، گفتم چی شده؟ گفت قرار بوده 240,000 تومان به حساب من بریزن. گفتم چی شده؟ گفت هر سری که ما میریم نماز جمعه 240,000 تومان به حساب ما میریزن. این امروز نریختن، من اعصابم به خاطر این خورده. این به خاطر تو برای چی آخر زندگی میکنی؟ بدبخت. واقعا قطع شدید خودتون آقای. بفرمایید بیننده محترم، بفرمایید. به استودیو وصل هستید. حالا این به نوبت. بفرمایید. سلام و رحمت الله. ممنونم برادر، بفرمایید. ممنون و متشکرم از برنامه خوبتون و خدا شما را خیر بده از این برنامه رو روشنگری میکنید برای مردم. میخواستم در جواب این آقایی که الان زنگ زدم بهتون گفتم بهتون توهین کردن آقای خدمتی، بهشون بگم که اون حرفی که بزنم من به خدا خجالت میکشم به اون حرف رو بزنم و اون حرف لیاقت خود این آقا هستن. اینا کسانی هستن که جز این مزدورانی هستن که در این رژیم از این رژیم حقوق میگیرن و گیرخوار هستن آقای خدمتی. و من به خدا قسم خجالت میکشم و خجالت میکشم از این حرفایی که این آقا زدن و اینها کسانی هستن که آقای خدمتی چجوری بهتون بگم و چجوری بهتون بگم که من چون واقعا پای این تلویزیون کسان نشستن که مثل خواهر و برادر خودم مثل نمیتونم حرفی بزنم و واقعا انگل که گفتن خود همین آقای لیاقت خودش هست آقای خدمتی
قضیه شما ناراحت نباشید. شما خدا شما را خیر بده که این برنامه را می‌ذارید و روشنگری می‌کنید برای مردم. موفق باشید، موفق باشید. خدا حافظ شما بیننده محترم. بفرمایید بیننده عزیز، وصلید به استودیو، بفرمایید. سلام علیکم. سلام و رحمت الله، بفرمایید. میخواستم بگم در مورد انتخابات امسال. خب بعد الحمدلله انتخابات سالمی بود امسال. بعد میخواستم بگم درسته در تهران تمام لیستی که رای بودن لیست اصلاحات بود. خب ولی در شهرستان هم مثلا شهرستان مثل مشهد، خب که مثلا ادعایی که من مثلا توی همین شبکه دیدم میگن مثلا نزدیک 30% اهل سنت هستن. امسال هم اهل سنت کلا یعنی توی رای به حساب نظر خودشون جلب کرده بودن. لیست اصلاحاتی که در مشهد کاندید بودن نظر خودشون نظر اهل سنت جلب کرده بودن. یا حتی یک کدومشون رای نیاورد. من فکر کنم شعبه شد. وقتی میگن اهل سنت 30% تا 50% مثلا خراسان رای میدن. اگه موحدان دی بماند، اونایی که موحد شدن دی بماند. شاید یک نفرشون رای نیاورد. این دوران شعبه شده. انتخابات سالم و پاکی بود. خدایش هم بیچه انتخابات داشت خود دولت بود. این دوران سوالیه جواب من میده. انشالله پایگیرنده باشید. خود بینندگان جواب شما را خواهند داد. بفرمایید بیننده محترم، روی خط هستید. بیننده محترم بفرمایید، روی خط هستید. سلام علیکم استاد بزرگوار، آقای خدمتی. علیکم السلام و رحمت الله. سنگر توحید و روشنگری. علیکم السلام. برادر بزرگ انشالله که پیروز باشید. من اولا خدمت شما یک پیامی دارم به ملت ایران، پیام به ملت سلحشور و قهرمان و بزرگ ایران زمین که میدانند کجا و چه وقت سر بزنگا به آن کسانی که زیاده خواه و اقتدارگرا و تمامیت خواهند نه بگویند. واقعا آفرین بر شما هوشمندانه که مدال طلا گرفته و بر گردن خود آویزان و به جهانیان نشان دادید که همان ملت دلیر و شجاع هستید که به فرصت طلبان فرصت میدهید. ولی اما حال خدمت شما عرض کنم که یک شعری میخواستم بخونم اگر با اجازه بفرمایید. بفرمایید. حقگویان و حقگوی ما از حافظ شیراز واعظان را جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند وان کار دیگر میکنند. مقتدی مندی گفتا از دانشمندان مجلسشان بپرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند؟ هیچ مگر اینها نخواندند از جزای آخرت که همه مکر و دغل در کار داور میکنند. این گدایان را عجب بازیگریان در جهان میدهند، فوتی به آب دلها توانگر میکنند. همچنان در سحر و اسطرلاب خود را ماهرند، جملگی مردم به غیب و آخرت پر میکنند. همچنان بر در هر خانقاه تسبیحگوی کاندر آنجا آدمان خوب را خر میکنند. باز گویند صبحگاه از غیب میآید خروش، طاعت از ما حکم قرآن است که از بر میکنند. یا این سوداگران دین و دنیا آخرت کار خود در آخرت حق طور دیگر میکنند. چون که استادند اندر کار دوران هر زمان جای دستار و معاصر را کلا سر میکنند. چون به دانشگاه واشنگتن و شین درس خونده‌اند خوب میدانند چطوری مردمان را دست بر سر میکنند. یا ربی نودولتان را بر خر خودشان نشان، این همه حکم را ز خود از الله اکبر میکنند. گفتم ای خواجه چرا در پرده میگویی سخن؟ گفت نمیبینی که دور که شاعران را پرپر میکنند؟ گفتمش که از عمر تو که قرنها را درگذشت، گفت میترسم که گورم زیر خرابتر میکنند. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. موفق باشید. بیننده محترم بفرمایید، به استودیو متصلید. بیننده محترم بفرمایید. الو. بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام و رحمت الله. آقای خدمتی، این آقای موحد هر وقت میاد رو خط من لذت میبرم از صحبتاشون. این آقایی که الان شعر خوند، ولی میشه بگید هم درباره توپای خانمش بگه؟
ببینید شما این را به افراد نسبت ندهید، کسی که این همه دنبال توحید و یکتاپرستی است این طینت خود شما را میرساند. بفرمایید بیننده محترم. سلام. سلام. حال شما خوبه؟ خسته ممنونم. مثلا با شبکه بابای بفرمایید، شما روی خط هستید، صدای شما داره پخش میشه. سلام آقای خدمت. سلام و رحمت الله. حال شما خوبه؟ ممنونم. من می‌خواستم یه خواهشی ازتون بکنم. بله. چون ما تو ایرانیم دسترسی به سلطان العلما نداریم. جناب شیخ محمد علی خالدی سلطان العلما. درست آقای خدمتی؟ خب سوالتون رو مطرح کنید یا نظر شما در رابطه با این چیزی که ما گفتیم چیست؟ آیا ملت ایران میتونن نفس راحتی بکشند از این کسانی که الان رأی آوردن به عنوان اصلاح طلب؟ میشه به اینها نظر امید و آرزویی و اون چیزی که مردم تا حال بدان محروم بودن میشه به دست بیاورن از طریق اینها یا نه؟ نه آقای خدمتی، اینو من فکر نکنم. 37 سال به دست نیاوردن، دیگه هم به دست نخواهند آورد. این نظر شما بود و شنیدین. بگذارید بینندگان دیگری. بله آقای خدمتی، میشه خواهش کنم؟ این فقط من تو ایرانم دسترسی به آقای سلطان العلما ندارم. دو تا موضوع اتفاق افتاده. اگر ایشون یکی زمان ورود شاه به بندر لنگه بود که شاه از بغل صفیشون رد شد، اعتنایی نذاشت، جناب شیخ ماشینش صدا زد، در جا رفت منزل که بعد شاه از موقعی برگشتن 2-3 ساعت بعد از مسیر فرودگاه برگردوندن، رفتن در منزل آقای خالدی که آقای خالدی رو بیارن. باز جناب خالدی نیومدن، بعد یه نامه دادن دست پسرش، اومد جلو شاه خوند که اونجا شاه رو واقعا کوچک کرد. چایی که در اون قدرت بود، در اون شرایط، اون زمان سال 48 بود 49 بود، با اون عظمتش پایین آورد. سیلی موکبی به شاه این از این بپرسید تا در حیاتی که انشالله 120 سال عمر داشته باشه، 150 سال عمر داشته باشه جناب شیخ. و یکی راجع به جریانی که آقای خدمتی گوش میدید؟ بله آقای خدمتی، یکی جریان موقع بعد از 3 روز که منزل شیخ و بعد از اون در مسجد جامع لنگه 16 سیاه شانزه دیمای 1358 که جلو مسجد جامع لنگه رو به گلوله بستن، 3 روز منزل شیخ خالدی رو به گلوله بستن که الحمدلله نتونستن. بعد جناب شیخ زیایی اومد روز سوم که وزیر کشور اومد، جناب شیخ زیایی اومد بیرون با صدای زیایی و فقط در باز که جناب شیخ اومدن بیرون و اون لحظه آب دهنشون انداخت روی آقای علی دوستی، سرهنگ علی دوستی، فرمانده گردان تنگه. الو بله قطع شد، صدای شما داره پخش میشه. آب دهنشون انداخت، آب دهنش افتاد روی پوتین اینا، ولی اون خبردار ایستاده بود. من نمیدونم چه قولی آقای علی دوستی داده بود که شیخ اینطوری جناب شیخ عصبانی کرده بودن. این کاری که این حکومت در حق اهل سنت کرده و علمای اهل سنت، بزرگان اهل سنت، سلطان‌العلمایی که مربوط به جهان اسلامه، نه لنگه نه ایران، یکی از بزرگان جهان اسلامی، اینا اینقدر بهش بی‌حرمتی کردن. بسیار خوب، این پیام شما مرسی. خدا حافظ شما. من موضوع جریان لنگه را اگه شد در یک مفصل براتون می‌نویسم، اگه شد برات نامه کسی بتونم در اختیارتون قرار بدم. واقعا جریان از اول درگیری از کشت و کشتار تا آخر هم براتون توضیح خواهم داد انشالله. اگه عمری باقی باشه انشالله. خدا حافظ شما. و وجه نظر بینندگان را در این راستا میشنویم در رابطه با احداث بندر لنگه. البته در ویژه برنامه خودش مثل مسجد شیخ فیض مشهد و این جریانی که در بندر لنگه در اوایل انقلاب هم به وجود آمد هم براش یک ویژه برنامه لازم هست که دوستان در اداره این کار را انجام بدن. بیننده محترم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. سلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر. اصول خدمتی هست؟ بله صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید. ما یک سوالی میخوای از برنامه داشتیم، خیلی برای چی هست لازمی هست. سوالهای فقهی امشب در خدمت شما خواهم بود. بحث ما الان انتخابات ایران هست و این نتایجی که الان به دست آمده و امید مردم، آیا واقعا یک تغییری
چشمگیر به وجود میاد در سیاست‌های داخلی و خارجی ایران، اما بحث‌های فقهی و پرسش پاسخ امشب در خدمت شما خواهم بود. اینو موکول کنید برای امشب. فقهی نیست ولی در قضیه صدق فکر کنید شبهانو که دیگه اینمو از دیدگاه اهل تشریع میفهمه که صدق در چی باره میرن. اینا بگذارید برای وقت خودش. الان بحث فدک نیست و خیلی هم زیاد صحبت کردن. بیننده محترم اجازه بدید کسی دیگه بیاد روی خط. بفرمایید بیننده محترم، صدای شما داره پخش میشه. خب قطع شدن. بیننده محترم بفرمایید، شما روی خط هستید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد بزرگم از پاکستان هستم. درود بر شما. بفرمایید برادر. در جایی که عادت است که بر یک شخص یتیم یا اینکه یگان مولا پول میدهن، مثلا چند میدن و من یک دعا بیته میگن. باز هم سوال فقهی شد و دعا و به ملاها و پول دادن و اینها. اینو بذارید برای امشب بعد در برنامه پرسش و پاسخ. خود بنده در خدمت شما خواهم بود. برنامه ما الان نتایج انتخابات ایران هست برادر محترم. بذارید بیننده دیگری هم. بفرمایید بیننده محترم، شما روی خط هستید، صدای شما داره پخش میشه. بفرمایید. خب بینندگان مرتب. بیننده محترم بفرمایید، صدای شما داره پخش میشه. بفرمایید. خب ظاهرا نمیخوان صحبت کنن. بیننده محترم بفرمایید، شما روی خط هستید. سلام علیکم. سلام و رحمت الله. سوالتون چی بود؟ نتایج انتخابات که الان اعلام شده و امید مردم به یک طیف اصلاح طلب، آیا واقعا یک تغییری در سیاست‌های داخل و خارج ایران به وجود خواهد آمد بعد از گذشت 3.5 دهه سیاست غلط داخلی و خارجی؟ آیا مردم میتونن امیدوار باشن که یک صفحه جدیدی باز میشود برای مردم در داخل ایران و برای کشورهای همسایه در خارج؟ نه آقای خدمتی، نمیتونن امیدوار باشن چون هیچ اشکالی نداره حکومت ایران و روابطش. فقط شما باعث میشین. این توهین ها مخصوص خود شما هست که به این همه بیننده، ببینید ها بیننده داره توهین میکنید. بیننده محترم بفرمایید. با گوشی با ما صحبت کنید. شما روی خط هستید بیننده محترم، بفرمایید. خب ظاهرا بینندمون نمیخوان صحبت کنند. بیننده محترم بفرمایید. خب باز هم اشکال هست. بیننده محترم بفرمایید. از عربستان چه پول گرفتی؟ ببینید این هم از همون طیف کسانی هستند که بالاخره جیره خور نظام هستند. بفرمایید بیننده محترم روی خط هستید. سلام آقا خدمتی. سلام و رحمت الله. بفرمایید برادر. آقا شما خوبه؟ میخواستم راجع به همین انتخابات صحبت کنم آقا خدمتی. بفرمایید. چون تو انتخابات اگه تغییر میخواست ایجاد بشه که همون سال 88 ایجاد میشد. تو انتخابات سال 88 ایجاد میشد. منتها اینا همشون مثل هم هستن، فقط شعارهاشون با هم فرقه. بله. تا زمانی که اینا موحد نشن و یا تا پرست نشن و هنوز همون یعنی بخوان مردم رو بیارن به کبر پرستی، من فکر نکنم هیچ وقت تغییری در اینا حاصل بشه. بله این هم یعنی اینا باید خدا طرف باشن، اول از هر چی باید خدا طرف باشن که بتونن این ملت رو هدایت کنن. وقتی خدا طرف نیستن همش به کبر و بارگاه روی میارن، اینا هیچ وقت نمیتونن ملتشون رو به راه خوبی و راه درستی یعنی واسه ملتشون انتخاب کنن. بله. ممنون از برنامه خوبتون. موفق باشید. فی امان الله. بیننده محترم بفرمایید. به استودیو متصل هستید، بفرمایید. خب مرتب این چراغ ها داره میزنه. بیننده محترم بفرمایید. سلام. الو بفرمایید. سلام بفرمایید. جناب خدمتی، من چند موردش مثلا عرض میکنم، توضیحات از تلویزیون گوش میدم. بله. الو بفرمایید. خدمت شما عرض کنم پس اهل سنت، من به عنوان یک کسی که به هیچ جایی وصل نیستم و یه انسان منصف میخوام صحبت کنم،
و ما با اهل سنت هیچ مشکلی نداریم. یه قضیه دیروز اتفاق افتاده تا امروز 1000 تا بهش میچسبونن، راست و دروغ قاطی میکنن. یه چیزی مال 1400 سال پیش بود، ممکن هر اتفاقی افتاده باشه. پس ما بیایم رو اونایی که مشترک هستیم، با هم اعتقاد داریم، رو اونا تکیه کنیم. اختلافاتون بدونیم ان شاء الله خداوند خودش حل میکنه و درست میکنه. بسیار خوب. مورد بعدی که میگم بی احترامی میکنن و فحش میدن، به نظر من خیلی کار زشتی میکنن. اگه حرفی داریم یه حرف حساب بزنید، در حساب بشنوید. اینکه فحش میدید خیلی کار زشت و بیخودی میکنه. در مورد مشکلاتی که تو ایران فرمودید که هست، مشکلات هست، شما خودتون میدونید. ما به مردی که انقلاب شده جنگ شده، هنوز جنگ تمام نشده، بازسازی. بعد از بازسازی واقعا این تهیه در آدم انصاف داشته باشه. این تحریم ها هر جور مملکت، درست مملکت ما خیلی درآمد داره، معدن داره، نفت داره، ولی واقعا با این مشکلاتی که برای مملکت ما درست بشه شاید میشده، ولی خب باید آدم انصاف داشته باشه. در مورد انتخابات یه سنگ‌اندازی میشد. ما دولتی که انتخاب کرده بودیم، به اصالت یه سری آدمای تندرو بودن که نمیذاشتن یه کارای انجام بشه. ان شاء الله امیدواریم با این انتخابات مجلس یک دست بشه، بهتر بشه، روابط خارجی اونم بهتر بشه. اینا ممنون از برنامه خودتون. خدا نگهدار. خدا حافظ شما. امیدواریم که چنین بشود. البته بیننده محترم بفرمایید. بفرمایید. خب نمیخوان حرف بزنن. بیننده محترم بفرمایید. الو سلام علیکم. سلام و رحمت الله. الو سلام. سلام آقای خدمتی. سلام. سلام و رحمت الله. بفرمایید. بار چندم من تماس میگیرم، یه حرفایی از نمیتونم نزنم. الان شارژم تموم شد، ادامه صحبتام نتونستم ادامه بدم صحبتامو. راجع به این انتخابات من میخواستم یه مطلبی بگم. رئیس بانک مرکزی دوره آقای احمدی نژاد الان اومده ثبت ما شده کاندید و رأی هم آورده با درصد بالا، یعنی رقم‌های آنچنانی این آقا هزینه کرده، رأی هم آورده آقای بهمنی. این آقا زمانی که آقای چی میگن احمدی نژاد رئیس جمهور بود اون افتضاح به بار آورد، حالا میخواد بره تو مجلس میخواد چیکار بکنه؟ شما این انتخابات من نمیدونم اصلا چی بگم آخه. این آقا اون موقع که تو بانک مرکزی این آقا سمتی داشت، اون موقع چیکار کرده که الان که میخواد بره تو مجلس الان چه گلی به سر ما بزنه؟ این آقا این وضعیت انتخابات نمیدونم چیه. الان هم که چه افتادن به جون همدیگه و نمیدونم رد صلاحیت و نمیدونم بخر و اونایی که چی بگم اصلا. شما فقط یه جوری من راهنمایی کنیم من از ایران خارج بشم. من هر کار میکنم نمیتونم، چون یه سوابقی برم نمیتونم. یه راهنمایی بهم بکنی که من از ایران بتونم خارج بشم. خواهش میکنم لطف کنید. ممنون، تشکر. موفق باشید. بیننده محترم بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میخواستم با خدمتی شما. بله شما روی خط هستید، بنده خدمتی هستم، صدا شما داره پخش میشه. بفرمایید. سلام برادر بزرگ. علیکم السلام و رحمت الله. حالتون چطور؟ ممنونم. آقای خدمتی میخواستم جوابتون بدم. بفرمایید. جوابتون این است که یک قرون بدین آش به این خیار باش. الو. بله صدا شما داره پخش میشه. بفرمایید. میخواستم جواب اون آقایی بدم که توهین کرد. این حرفی که زد بره از آقای از اون شیطانیاری سوال کنه، اون جوابشو میده. خیلی ممنون، میبخشید. موفق باشید. فی امان الله. خدا حافظ شما. بیننده محترم بفرمایید. سلام علیکم. سلام و رحمت الله. میخواستم بگم میخواستم جواب این بنده خدا رو بدم. خب میخواستم بگم چطوری میخوایی از ایران خارج بشید. فقط کافیه موحد بشی. اول موحد بشی. بعد از موحد بگی فقط یا الله. بعد اینکه فقط گفتی یا الله موقع زنگ بزنی با آقای خدمتی شما انصاف بدی، اون موقع خارج بشید. خیلی خوب. شما این به چه نظر شما بود این را گفتید و
بله مردم بگن یا الله شما ناراحت میشید، ولی اگر بگن یا علی یا امام رضا شما خوشحال میشید. و این نص آیه قرآنی است که وقتی که ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین لا، اونهایی که ایمان ندارن زمانی که نام خدا برده میشه ناراحت میشن. و اذا ذکر الذین من دونی فاذا هم یستبشرون، وقتی که غیر از خدا گفتن، اون هر چی باشه، عمر، علی، ابوبکر، عثمان، حسین، فاطمه، عبدالقادر گیلانی، غیر از خدا کسی را خواستن و اذا هم یستبشرون. و این مصیبتی است که درگیر افراد مشرک هست متاسفانه، حالا چه شیعه باشد چه سنی. بفرمایید بیننده محترم، روی خط هستید. بفرمایید بیننده محترم، بفرمایید با گوشی لطفاً. بفرمایید. بله آقا خدمتی گفتم اینا. ببینید این روش ها خوب نیست. به حالت مردم یک کمی رحم کنید و دل بسوزانید و به این همه ملتی که پای برنامه نشستن و تماشا میکنن. بیننده محترم بفرمایید. الو سلام خسته. سلام و رحمت الله. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. بفرمایید. ممنونم. میگم اینایی که میان توهین میکنن این نتیجه بچه صیغه‌ای هستن، از اون صیغه‌ای که بچه صیغه‌ای میگن توهین میکنن میرن. از برنامه خودتون تشکر میکنم. موفق باشید. موفق باشید. ما هم نمیتونیم به اینها همچون تهمتی بزنیم، برای که احتیاج به دلیل هست، باز خودش توهین میشه. بفرمایید بیننده محترم. بیننده محترم بفرمایید. با گوشی لطفاً، با گوشی با ما حرف بزنید. بفرمایید. بفرمایید. اگه میشه خدمت من آقای باجن خدمتتون زنگ زدم، همین شماره یه آقای که الان دو بار شما زنگ میزنن نهی توهین میکنن، همین شماره که از اتاق فرمان اینو زنگ بزنید به اتاق فرمان و اتاق فرمان شماره هاشونو خدمت شما میفرستند یا ارسال میکنن. اینهایی که این شماره ها را دارن یک بار مصرفه. بیننده محترم بفرمایید. بفرمایید بیننده محترم، صدای شما داره پخش میشه. خب الو بفرمایید. الو. خب بیننده محترم بفرمایید. بفرمایید شما روی خط هستید. الو سلام علیکم. سلام و رحمت الله. الو بفرمایید. با خدمتی کار داشتید. شما صداتون پخش میشه، بنده خدمتی هستم. بفرمایید. الو بفرمایید برادر. ببینید این چون که مستقیم. بفرمایید بیننده محترم. خسته نباشید. ممنونم. خسته نباشید. بفرمایید. ممنونم. آقا خدمتی هستی شما؟ بله بله بله. خسته نباشید. ممنونم برادر. آقا ما میخواستیم اینو بگیم، ما الان داریم زندگی میکنیم، اون امامایی که بودن مال 2000 سال پیش بودن. خب بعد خب دیگه شما صدای خود را از گیرنده نگیرید، با ما صحبت کنید. بفرمایید با گوشی. بله الان مشکلات چیز دیگه است. من نمیدونم شما چرا بحث اینو میکنین که آقا ایکس اینو گفت ایگرگ اینو گفت در 2000 سال پیش. بعد مشکلات الان حادتر از اینه که ما بخوایم سنگ اونا رو به سینه بزنیم که آقا اینجوری گفت. آقا اصلا گفت. من نه شیعم نه سنیم نه یهودم نه کافر، اصلا هر چیزی. به نظر شما انسانیت باید داشته باشی تو هر فرقه، چه سیاه چه سفید، هر چیزی. بعد اینو برنامه. خیلی خوب، پیام شما رسید. بیننده محترم بذارید کسان دیگه هم صحبت کنن. بفرمایید بیننده محترم، صدای شما پخش میشه. الو بفرمایید. بیننده محترم بفرمایید، صداتون پخش میشه. بفرمایید.
خب ظاهرا بینندگان مشکل دارن. بفرمایید بیننده محترم، شما روی خط هستید. الو سلام آقای خدمتی. آقای خدمتی، آقایی که شماره منو خواست الان میگم خودش یادداشت میکنه 0902 630 61 93. خب ببینید شماره شما هم به درد نمیخوره. ما دنبال فتنه نیستیم که شما درگیر بشید و همدیگر رو فحش بدید یا بد بگید. این شیوه خوبی نیست. بیننده محترم بفرمایید، صدای شما پخش میشه. سلام علیکم. سلام و رحمت الله. خسته نباشید آقای خدمتی. ممنونم برادر، بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان محترم شبکه کلمه. علیکم السلام. من این تقریبا 5-6 دقیقه رسیدم جناب آقای خدمتی. موضوع برنامه انتخابات هست و نتایجی که اعلام شده. آیا میشه امیدوار بود به این طیفی که الان به مجلس این راه یافتند، یا اینکه باز همون سیاست اول هست، قدرت دست ولی فقیه است، چیزی عوض نشده، چه سیاست داخلی و چه سیاست خارجی، فقط صرفاً اسمش گذاشتن اصلاح طلب بدون قدرت، بدون شاخ و بال. آیا میشه امیدی داشت برای این طیف جدیدی که به مجلس راه یافتن؟ نه خیر جناب آقای خدمتی، اینایی که تمام الان لیسته که برای تهران دادن، البته هرچند یه نه بزرگی بود برای حاکمیت که ولایت فقیه، به غیر از آقای عارف و آقای محجوب بعد تهران نیستن، ولی شناختی که داریم بقیه نفرات دوم و سوم و چهارم اصلاحات بودن. تازه بعضیشون هستن بینا و نشان هستن، هیچ سمتی نداشتن و سابقه نداشتن. اینا به صورتی اومد. البته از طرفی کار خوب بود تا این اصولگرایان، این خطبات عادل و نمیدونم این آقای تذکری و این نمیدونم آقای ابوترابی ها اینا نیان و این نتیجه خوبی بود جناب آقای خدمتی. اگر شرکت نمی کردن و این آقای دکتر مهدی خزعلی که یه گفتگی کوتاهی هم با شما داشتن چندین هفته پیش با شبکه، چیز خوبی فرمودن. اگر حتی این مردم تهران تشکر میکنیم، اگر نمی اومدن به جای اونا میرفتن. مواظب فرمودن مردم تهران نفر اینقدر نگه داشتن 36 ساعت تمام بعد از رای گیری تا این آقای جنتی رو برن 16 بکنن. این مطمئنا جنتی آخر بود. اینا را دیگه بالاخره یه چیزی گفتن دیگه این بیاد این نیاد دیگه آوردریزی میشه. علاوه بر این که میدونستن که حالا هاشمی رفتن جانب بیوگرافی خودش و فرزندانش میدونستن مردم، اومدن بعد از بدتر انتخاب کردن. هرچند که بالاخره آقای هاشمی خودشون اگر راستگو بودن مشکلاتی که برای مردم اومده است 50% برای آقای هاشمی هست. همون دروغی که در مجلس خبرگان گفتن که من شنیدم آقای خمینی گفتن که آقای خامنه‌ای لیاقت رهبری است، اینو از تاخت و پاک کردن با هم دیگر. آقای خمینی هم چیزی گفته بود و اینو خودش گفت که رئیس جمهور 8 سال بشده به نفع خودش و رهبرم تنها نقطه ضعفی که از آقای هاشمی رفتن جایینش همین بود. میگه بابا من باید دیگه مثلا خمینی نگفته بود، من شغل آوردم وسط. و آقای حداد عادل هم تو مجلس شورای اسلامی مردم تهران همه دیدن که ایشون آوردن نفر 31 آخر. یعنی این اصلا آشکار است که یعنی نفر دیگر رو دادن کنار، چه تقلب یه نفر با 100 نفر. آقای حداد بشد نفر 31 یا آقای جنتی بشد نفر 16 و یک نه بزرگی سختی کار خوبی است. از مردم تهران تشکر میکنیم که حداقل در کشورم اینجوری بوده، در سایر استان اینجوری بوده است. استان غزنی هم بدون استثنا تماما جناح اصلاح طلب، البته عرض کردم اصلاح طلبای مردای دوم و سوم هستن، نفرات اول دو نیستن. اولا که تمام هستن، دوم را که تمام رد کردن، سوم را نذاشتن، نه چهارم پنجم هستن و انشالله که درس عبرتی بگیرن اینا. یعنی انشالله بهترین صحبت بود، بهترین گزینه بود که همین انجام دادن و امیدوارم که اون کسانی که تو سپاه هستن، توی بیت رهبری هستن، مردم اون زمان نیست که یه اسلحه بگیرن سینه سپرمنزلای اسلحه شما وایستن. از این درس عبرت بگیرید و اگر انتخاب بعدی باشد دیگه
فکر نکنم کسی شرکت بکند و این نهی بزرگی است برای اینا که عبرت باشد، انشالله که مردم وضعشون خوب باشد و حداقل اون قولایی که دادن حداقل دیدم آقای عارف هست دیگه، آقای خدمتی به غیر از اون دیگه چی هست، آقای ابوترابی بیاد برد بشد نفر 35 دیگه، این دیگه واقعا نهی بزرگی است. موفق باشید. به چه نظر شما بود؟ بله رسید، جواب محکمی به رهبر دادن، به تندروها دادن. حالا ببینیم این کسانی که اصلاح طلب هستند چی میتوانند انجام بدهند و چی میکنن. بیننده محترم روی خط هستید، بفرمایید. سلام علیکم آقای خدمتی. سلام و رحمت الله. من درباره انتخابات آقای خدمتی یک بدبختی برای ملت ایران و تمام ملت های اسلامی. 38 سال انتخابات میشه، هر روز بدتر میشه. اینا غربی ها اینا جایزه بهشون دادن مال اتومی به شرطی که آشوب در کشورها برپا کنند. ملت ایران دل خوش کرده، والله یک قرون به دست شما نمیرسه. جنگال در تمام کشورها برپا میکنن. اگر راست میگن شرشون از کشور عراق در بردارن یا سوریه یا یمن. اینا چه توقع از اینا داری آقای خدمتی؟ اینا به خانه خدا میگن صندوق سیاه، به کعبه میگن صندوق سیاه. اینا اسلام هستن. اگر اسلامی بودن 200 میلیون آقای سیستانی 200 میلیون دلار از فرانسه نمی گرفت تا اشغال. چه توقعی داری از کسانی که میگن بیا ما اشغال کنید؟ اینا اینجوری هستن. ولی ناراحت نواشی راست گل. خب چرا ناراحت میشن وقتی میگن بچه هستین؟ شما بچه هستید؟ و این نکته چی میشه؟ والله آقای خدمتی بچه های ما اهل سنت از میبرن در مشهد اونجا سیخه یادشون میدن. چه توقعی داری از اینا؟ خدا حافظ. خدا حافظ شما. به چه نظر شما بود؟ بیننده محترم بفرمایید، روی خط هستید. با درود به استاد خدمتی گرامی. درود بر شما، بفرمایید. در مورد این انتخابات صحبت کنم استاد گرامی. بفرمایید. ملت ایران یک دهنکجی بزرگی به این نظام و سردمداران نشون دادن که هر حرف اونا نیست. اونایی که میگفتن لیست انگلیسی، اینا خودشونو نمیدونن چی باور میکنن. همه میدونن، همه اینا رو انگلیس و آمریکا و شوروی آورد سر کار. دیگه تشت رسواشون از بالا افتاده، همه‌شون هم رنگ نداره. سگ زرد رفیق شغاله. آقای رفسنجانی هم که فرقی نمیکنه، فقط اینا خواستن دهنکجی کنن. اون مرجعی که میگفت مردم حقی نداره، انتخاب ندارن، اینطوری سرش رو از آخور خبرگان میکشن بیرون. مردم اگه همت کنن بخوان میتونن. جناب استاد خدمتی اینم عرض کنن که اون خیانتی که اینا به نام دین، به نام اسلام کردن، ابو سفیان زمان پیغمبر نکرده بود. با تشکر از دست که به من بدید. موفق باشید بیننده محترم. بفرمایید بیننده محترم، شما روی خط هستید. بیننده محترم بفرمایید. ظاهرا این خط بفرمایید. سلام. سلام و رحمت الله. مجددا ببخشید من مزاحم شدم. بفرمایید. یک کمی کلمه خدمت شما عرض کنم. این آقایان فحاش، ما برای شما دل میسوزانیم، اما شما متاسفانه برای خودتون هم دل نمیسوزانید. شما فقط بهتون فحاشی و بدگویی و لعن و نفرین یاد دادن. این مملکت به این بزرگی، به این عظمت، به این سرشار و غنی از نعمت فروخته این به مشتی آدم‌های مفتخور. ما توهین نمی کنیم، ما به شما میگیم آفرین باز که این چنین اقدام کردید و به اونها نگفتید. حال یک قطعه کوچیکی من خدمت شما میخونم تا این بفهمه که ما ایران وطن دوستیم، ما وطن پرستیم. اصل این وطن مال اهل سنته. قبل از صفویه تاریخشو بخون ببین کی بودی تو. کجاست حافظ، کجاست سعدی، کجاست فردوسی، کجاست مولوی، کجاست عطار، کجاست غزنوی؟ اینا کجا هستن؟ اینا ما بودیم. تو چه داری بعد از صفویه؟ هیچی. بسم الله الرحمن الرحیم. سرزمینی به جهان نیست چو ایران وطنم، وطنی را که روح و روان است و تنم. شاد و خرم به همانم که بود خانه من، خاک هر جای وطن پوشش گور و کفنم. من که در قالب این روح بنالم به خودم،
تو اگر قدر بدانی که نثار تو کنم، مهربانتر نبود جز تو بگم راز دلم. سر بستان به باغی و به پایت چمنم، من همه جای بگشتم و ندیدم چو تو را. شاکرم من به خدا را که تو هستی وطنم. هرچه در کل جهان نیست درون تو بود، به فدایت چه کنم جز که روان است و تنم. خیلی از خویش گذشتم به نثار تن و جان، تا نسازد این سحر را به باغ کهنم. رنج بسیار به روز و شب بی آسایش، خفته‌اند با لباس تن خونین کفنم. بی تمنا و توقع کمر خدمت و همت بستند، جان به نیکی بسپردند نثار وطنم. دل بریدند به ثروت و سپردند به جهان، روی گفتار به آن شیر و دلیران سخنم. خیلی همراحت جان را طلبیدند و بقا، تا برند سود از این خان و بیابند ثمنم. گرگ درنده چون میشند به ظاهر تن خویش، حرص و میراث ز پدر دارن و ما به وطنم. زی افسوس کسان بر تو جفا کردن بس، دشمن دوست نمایند و خدایا چه کنم. میخوام به گوش این تر و کور لال بره که پسند مال شما نیست وطن فروشا. خداحافظ. خداحافظ شما آقای موحد. بفرمایید بیننده محترم، به استودیو وصل هستید. بفرمایید. سلام و رحمت الله. بفرمایید با گوشی لطفاً با ما حرف بزنید. بفرمایید. خب قطع شدن. بفرمایید بیننده محترم، شما روی خط هستید. بیننده محترم بفرمایید، روی خط هستید. خب. بیننده محترم بفرمایید، صدای شما داره پخش میشه. سلام علیکم و رحمت الله. خسته نباشید. سلام و رحمت الله. آقا احمد بفرمایید. احمد هستم از اصفهان، خدمت شما عرض میکنم. اولندش تبریک و تهنیت عرض میکنم پیروزی بزرگ ملت شریف ایران را و این ملت شریف ایران که واقعا تو انتخابات اخیر که دو انتخابات بسیار بزرگ تشکیل شده بود، الحق و الانصاف خودشون رو نشون دادن و انصافا تونستن یه انتخاب شایسته انجام بدن بدون از گرایشات فکری. هیچ کس تو این انتخابات برنده نشد. برنده واقعی ملت ایران هستن و اینو بدونید، مطمئن باشید ملت شریف ایران هستن که همیشه برنده هستن و هیچ کس و هیچ گروه و هیچ جناح خاصی ادعا نمیکنه من پیروز شدم، چون از نتیجه ها 50-50 هست و بسیار عالی شده و این انتخاب شایسته این هست که آقا تندروی ها بره کنار، اعتدال بیاد سر کار و یک روش منطقی تو سطح جامعه پیاده بشه به امید خدا، با توکل بر خدا، البته در زیر سایه رهبری، به امید خدا این کارها پیاده میشه و هیچ چیزی هم تکون نمیخوره. این که بگن آقا از لحاظ سیاسی ایران متزلزل میشه، سیاستش متغیر پیدا میکنه، نه، سیاستش مثل روال قبل ادامه میده و میره پیش. یعنی همون چیزایی که در بیرون داشت و قطع رابطه با کشورهای اسلامی و قلقم کردن ملت در داخل به جای خود ادامه پیدا میکنه و مردم در زندان و اعدام و شکنجه و همون چیزا، ترور رو به جای خود باقی خواهد. مسئله این نیست. نه، مسئله این نیست، مسئله چیز دیگه است. ببینید یه سیاست‌های کلی هست که ترسیم شده هست و باید مطابق با این سیاست‌های کلی حرکت بکنه نظام. هیچ کس مثلا هیچ جناح یا هر گروه خاصی که وارد این گود سیاست شد نمیتونه سیاست‌های کلی رو تغییر بده. جناب آقای احمد، جناب آقای احمد، شما که انسان فرهیخته‌ای هستید و همیشه دنبال حقیقت و تلاش میکنید و زحمت میکشید و میخواهید حرف حق بزنید، سیاستی که تا به حال ادامه داشته، قلقم کردن مردم در سوریه، در عراق و نتیجهش این بوده که الان قطع رابطه با کشورهای اسلامی بشه. همین امروز که بنده با حضرت علی داریم صحبت میکنیم، یک نشستی کشورهای اسلامی دارن، 58 کشور در شهر جده عربستان ایران را دعوت که نکردن، هیچی روادید هم برای مسئولین صادر نکردن که در این همایش. من میخوام این بگم این جوان مردانه بود. حالا من میخوام بگم این علت چیست جناب آقای احمد؟ شما که پژوهشگر هستید و دنبال حقیقت هستید، اشکال در چیست که 58 کشور پشت کردن به 57 کشور به ایران و حالا امروز روز سوم هست اتفاقا که اون رعد شمال و اون مانورهای کشورهای اسلامی که بیش از 20 کشور شرکت کردن منهای ایران،
آیا این چرا میرسونه؟ آیا نباید ما بپرسیم که سیاست غلط خارجی آقایون در ایران و دولت مردان ما باعث شده که کشورهای اسلامی و عربی به ما پشت کنند و امروز ما نه صدیقی، نه دوستی، نه رفیقی، کسی نداشته باشیم؟ البته اون کتابی که الان پخش شده رفیق آیت الله اون به جای خودش، ولی خب آیا این نمیخواد یک تجدید نظر دربارش بشه و اون سیاست های کمی عوض بشه و مردم به بیرون بگویند که ما با شما برادریم و هدفمون کشتار شما نیست، حالا اشتباه کردیم و حدود 400,000 ملت سوریه را کشتیم و الان پشیمانیم و میخوایم یک سیاست جدیدی با شما باز کنیم؟ آیا میتونه این طیفی که الان به مجلس راه یافته این حرف را بزنه، یا اینکه باز همون سیاست اولی که شما فرمودید، همون ماشین ترور و ارعاب و اینها کار میکنه و هیچ چیزی عوض نمیشه؟ استاد من صحبتاتون رو گوش دادم، صحبت منم میدونیم با اجازهتون بفرمایید. یه مطلبی رو من خدمت شما عرض بکنم. ببینید شما اگر بخواید تیر بندازین گردن یک نفر که این کار درستی نیست، گردن یک کشور خاص کار درستی نیست. اما بر اساس اون پازل قدرتی که در خاورمیانه داره ترسیم میشه و متاسفانه قدرت‌های خارجی و فرامنطقه‌ای هم در اون دست دارن و هر کسی میخواد پازل قدرت نمایی خودش نشون بده، طبیعتا ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. ما باید سعی بکنیم ببینیم آقا وجهه‌های مشترک آیا وجهه‌ای باقی مونده تو این مسیر یا نه. ما با دقت ترسیم بکنیم. حالا اومده آقا یه جناح خاص، یه گروهی خاص اومده، دولت مثلا یا به عبارتی بهتر حرفی برای گفتن داره. من میخوام بگم سیاست تعدیل هست، دیل میشه، اما راه گفتگو از چه منطقی باید وارد بشه، جدای از متعصبات، جدای از اون گرایشات فکری. شما یه راه حل منطقی در نظر دارین با توجه به شرایط موجودی که پیش اومده؟ بله، راه حل منطقی اینه که ایران دست از کشتار ملت سوریه برداره، به آبادانی خودش بپردازه و بیش از 40% ملت فقیر ایران که زیر خط فقر هستن بی اونها برسه، میلیاردها ثروت ایران را به یغما نبره و آبادانی ایران اگر امروز ایران این میلیاردها که خرج کشتن ملت سوریه و عراق شد اگر برای آبادانی کشور بود، امروز قبله مردم، قبله توریستی مردم و گردش مردم ایران بود به جای اروپا. نظر مردم نسبت به دولت مردان ایران بسیار مثبت بود و صلحجو بودن دولت مردان ما را میرسون، ولی الان دولت ایران و دولت مردان ایران به عنوان یک جنگ طلب و کشورگشا و آدم کش و تروریست در جهان معرفی شده، بگونه ای که بنده مثال زدم حتی کشورهای اسلامی امروز 57 کشور. حالا اومد ایران استاد، بله، اومد ایران سیاست تعدیل کرد، اومد ایران بر طبق مثلا اون خواسته که کشورها خواستن حرکت. دولت عربستان چطور؟ حالا ببینید جناب آقای احمد، ما بحث ما به خاطر آقای احمد، بحث ما در رابطه با ایران و آبادانی ایران و آباد کردن کشور ایران و رسیدن به 40% فقر در ایران هست. چه کار داریم به عربستان و سوریه؟ ایران به سوریه چی؟ اون طرف کشور عربی است. عرب‌ها اگر با خود اگر دعوا دارن، عرب‌ها خودشون عربند و میتونن با هم دعوا کنن یا صلح کنن. به ما چه که یمن چه باشد یا عراق چه باشد یا سوریه چه باشد، مگر این که بخواهیم فتنه برپا کنیم که فتنه برپا کردیم و افراد را کشتیم. نه، ببینید ملت ما داره فدا میشه. آقای احمد، آیا می ارزد که ملت ما فدا بشود و پول را ما به غزه و لبنان و عرض شود حزب الله بدهیم که ملت سوریه را بکشد؟ آیا این عقل است و این خرد است؟ به قول آقای خمینی خدا ما را آدم کند. حالا پای گیرنده باشید که خیلی حرف زدیم آقا احمد، بذارید کسانی دیگه هم صحبت کنند. بیننده محترم بفرمایید، به استودیو وصلید، ببخشید که طولانی شد، بفرمایید. الو، سلام علیکم آقای خدمتی. سلام و رحمت الله، بفرمایید. آقای خدمتی، این کشورهایی که ایران را نمیدهند حق دارن، چون اونا یهودیان، ایران اسلامیه، اونا بچه یهودن مثل خودت. بسیار خوب، شما هم این فکره خودتون رو رسوندید. ما مسلمان زاده و مسلمان هستیم. بسیار خوب، من جواب شما را نمیدهم، حتی نیستم و به کسی فحش نمیدم. بفرمایید بیننده محترم، به استودیو وصل هستید. سلام علیکم. سلام و رحمت الله. وقتتون بخیر آقای شیخ خدمتی. وقت شما بخیر باد، بفرمایید برادر. عرض می‌کنم خدمت جناب آقای خدمتی اینکه اولا از این برنامه خوبتون تشکر بکنیم. در دوران تبلیغات هم
از شبکه شما تشکر میکنیم. واقعا هر وقت شبکه محترم شما اومد تبلیغات کرد و انتخابات رو تحریم کرد، مردم مشارکتی بالای 90% داشتن. ما از این بابت از شما تشکر میکنیم. ببینید آقای محترم، آیا فکر نمی کنید که زیاده روی میکنید؟ 90%، یعنی اگر بنا باشه 90% در انتخابات شرکت کرده باشند، باید تعداد رأی مردم، اونایی که واجد شرایط هستند، برسد به حدود 45 میلیون زمانی که شما دارید میگید. آیا این یک نوع اغراق نیست که 90% مردم شرکت کرده؟ حالا علی کل حال بالاخره ما گفتیم تحریم و مردم گفتن که، البته ما نگفتیم تحریم، ما مال روحانی گفتیم تحریم، ما آقای روحانی را گفتیم تحریم که مردم رفتن و الان هم نتیجه داد و آقایون اصلاح طلب. و سوال اینجاست، آیا این الان که اصلاح طلب ها به مجلس خبرگان و مجلس شورا راه یافتن، آیا میتونن این سیاست غلط 37 سال گذشته را تغییر بدهند، چه سیاست داخلی چه سیاست بیرون؟ صحبت ما بر اینه. بله چشم آقای خدمتی، چشم. من همین سوال شما رو جناب آقای خدمتی، 35 میلیون که رأی دادن، هر سیاستی که اشتباه بوده اون سیاست رو انجام نمیدن، هر سیاستی که درست بوده انجام میدن و یه 35 میلیون یک پشتوانه بزرگی به حضرت امام خامنه‌ای مدظل العالی هستش. آیا این پشتوانه به حضرت امام خامنه‌ای مدظل العالی که شما فرمودید هست، یا این یک جواب نه بزرگی به رهبر محترم هست که شما خواستید مصباح یزدی بیاد ولی اوت شد، از مجلس خبرگان رفت بیرون، رئیس مجلس خبرگان محمد یزدی رأی نیاورد باز برود یزد و فصل چیدن انار هست الان؟ آیا شما این را یک نه بزرگی به رهبر نمیپندارید جناب محترم؟ چشم آقای خدمت. اولا آیت الله یزدی اصفهانی هستن، آیت الله شیخ محمد یزدی، آیت الله مصباح یزدی اصالتا یزدی هستن. ثانیاً این جمله معترضه را اصلاح بفرمایید. ثانیاً قرار نیست که هر کسی رو که بود رئیس مجلس خبرگان رئیس جمهور هم عوض میشه. اینجا که سعودی نیست آقای خدمتی. حالا ما کار به سعودی نداریم، ما فعلا در رابطه با این مجلسین رو صحبت میکنیم و نظر شما رو میخوایم. آیا چیزی تغییر مییابد از این سیاست غلطی که امروز ما در جده عربستان برای مسئولین ما روادید صادر نکردن که در نشست و همایش کشورهای اسلامی شرکت کنند؟ آیا میشه که بعداً روادید صادر کنند، یا این که در ایران برگزار کنند و عربستان و 58 کشور دیگه در ایران بیاد و در اونجا مهمان جمهوری اسلامی بشود یا نه؟ سوال اینجاست. آقای خدمتی، بله سوال اینجاست آقای خدمتی. بله عوض میشه، چون در شأن ملت ما نیست که ما بریم جده، در شأن ما هست رئیس جمهور سوئیس بیا با امام خامنه‌ای. خیلی خوب، در 57 کشور اسلامی، در شأن 57 جناب محترم این را نگویید، در 57 کشور اسلامی، 57 کشور اسلامی که شرکت کردن، اینها همه شأن ندارند و شما شأن دارید. بفرمایید. شما حرفتون دلیل برای این اصلاح نیست. بیننده بعد، بیننده محترم بفرمایید، شما به استودیو وصل هستید، بفرمایید ابراز نظر کنید. الو سلام علیکم. سلام و رحمت الله. الو بفرمایید. سلام علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید برادر. سلام آقای خدمتی. علیکم السلام و رحمت الله. الو صدا شما داره پخش میشه، بفرمایید. استاد بزرگوار خسته نباشید. ممنونم برادر. واقعا درود به این صبر و حوصله شما. خدا قبول کنه از ما و شما. آقا بفرمایید. میخواستم درباره این آقایانی که توهین کردن در شبکتون، خواستم یه قطعه شعری بگم. بفرمایید. الو میگه گر سنگ بدگوهر کاسه زرین شکند، نه قیمت سنگ افزاید و نه زر کاسه کم شود. انشاءالله خدا شما را در دنیا و قیامت اجر بی پایان نصیبتون کنه. همچنین خودت و شما. خانواده انشاءالله همیشه سلامت و همچنین شما برادر. همچنین شما موفق باشید و این وجه نظر. برای ما هم دعای خیری بکنید که خیلی محتاج دعاتونیم. موفق و مؤید توأم با طاعت و عبادت الهی. نمیتونه استفاده کنیم.
خداوند به ما و شما توفیق طاعت و عبادت بدهد که او تعالی را به حق عبادتش بپرستیم اون چنان که خود فرموده است و ما قدر الله حق قدره. موفق باشید برادر. به چه نظر شما رسید؟ موفق باشید. فی امان الله. فی امان الله. بگذاریم بینندگان دیگری هم. بفرمایید بیننده محترم. بیننده محترم به استودیو وصل هستید، بفرمایید. سلام علیکم. خسته نباشید. سلام و رحمت الله. بفرمایید برادر. این تحقیر نمیکنه تا خولی به نام رهبر وجود داره. فکر نکنم که هیچ بتونی که اینجا تعدیل ایجاد بشه. همون خر از پالدومش عوض بشه، افسارش عوض بشه، لنگه. به خاطر هم خیلی ممنون. اونا که توهین میکنن به خودشون برمیگردیم. ما امیدواریم که در لقب دادن به افراد هم یک کم رعایت کنیم و احترام افراد را نگه داریم. بیننده محترم بسیار خوب. بعد از اینکه حالا این جریانات را شنیدیم از شما بینندگان محترم، هر کس هم بالاخره حرفی زدند و چیزی گفتند و نظر خود را، و ما امیدواریم که ملت ایران خود بتوانند اگر اصلاح است خود اصلاح کنند، اگر تغییر است خود تغییر دهند و روزی بیاد که ملت ایران سربلند باشد و ما در جمع کشورهای اسلامی باشیم، نه اینکه امروز برای ما روادید هم صادر نکنند که برویم جده و در کشور عربستان همزمان و همصدا با 57 کشور اسلامی دیگه دور هم بشینیم و مسائل اسلامی را با هم رایزنی کنیم، به گونه‌ای که الان حدود 3 روز هست که مانور رعد شمال در عربستان شروع شده. ایران جایی برای اعراب ندارد، نه در مانور 20 کشور، بیش از 20 کشور دارن شرکت کردن کشورهای عربی و اسلامی، نه در نشست 57 کشور دنیا منهای ایران که بشه 56 کشور. ما امیدواریم که این سیاست‌های غلط را بتونیم تغییر بدهیم، حالا چه آقایون در مجلس چه آقایون در خبرگان، که امید هست، اما این امید من روشنایی ازش نمیبینم که روزنه‌ای برای آن باشد و انفراجی باشد برای ملت شریف ایران. برنامه رو به پایان هست. از اینکه بیننده برنامه زیر ذره‌بین بودیم و این هفته اختصاص دادیم به انتخابات و نتایج آن، کمال تشکر میکنیم. کسانی که بالاخره از ما حرف بدی شنیدن ما را حلال کنند و کسانی که از بینندگانی که توهین به ما کردند و در حضور بینندگان بهشون جسارت شد ما را ببخشند و معاف کنند. خدا را میخواهیم که همه توفیق حق بیابند و حقجو باشند و حقگو. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.